سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه مستند من داشتم نگاه میکردم به اسم I'm not everything I want to be. من تمام آن چیزی که میخواستم باشم نیستم. خیلی داستان جالبی داشت. داستان یک عکاس نسبتاً معمولی که توی چکسلواکی زندگی میکرد و خودش هم چکسلواکیایی بود در زمانی که شوروی اونجا رو در حقیقت گرفته بود. و اتفاقی که افتاده بود این میومد تمام زندگیشو از یه سنی به بعد عکاسی کرده بود و داشت زندگیشو توی این مستند با عکس نشون میداد و این نراتیوی هم روش بود که مثلا چه اتفاقی افتاده، از کجا به کجا رسیده. یه استوری لاین قشنگی داشت که همه اینا هم ثبت شده بود با عکس، داستان زندگیش. و این وسط یه حکومت در حقیقت توتالیتری بوده اونجا و از اونجا حالا خارج شدن هم خودش داستانایی داشته، ولی بر نحوی وسطاش یه جایی خارج میشه از چکسلواکی، میره کشورهای دیگر رو میبینه، بعد یه جایی بر میگرده تو در نهایت این که میرسه به بهار پراگ و تو بهار پراگ هم بوده، برمیگرده، یعنی قبلش خارج بوده و نزدیک بهار پراگ برمیگرده و در حقیقت بخشی از اون تغییر میشه به قول خودش، یعنی تغییر رو میبینه و و دیگه اینجا هست که مستند تقریبا تمام میشه بعد از این که حالا اون اتفاق میفته. و جدای حالا از ابعاد سیاسیش که یه شباهتایی داره، خیلی استوری لاین قشنگیه، خیلی استوری لاین مشابهیه. یعنی اینکه خب خیلی این شکلی بودن که از اون مثلا حکومت بسته فلان یهو میرن یه جاهای دیگه بعد، و الان خیلی خیلی احساس در حقیقت همدلی میکنم، نمیدونم اسمش چیه، خیلی خیلی حس میوچوالی دارم، مشترکی دارم. و خیلی برام جالب بودش که چقدر این ثبت کردن میتونه کمک کننده باشه. همیشه من کل این ویدیوهایی که میذارم میگم واسه ثبته بعد، ولی بعضی وقتا آدم واقعا حرفش نمیاد. یعنی مثلا ویدیو بدی که داره انگار باید یک چیزی توش جریان داشته باشه و خیلی وقتا جریانی نیست واقعا. بعد اما عکس به نظرم خیلی چیز جالبیه که همیشه من یعنی خیلی underestimateش میکردم، خیلی دست کمش میگرفتم، ولی به نظرم خیلی چیز جالبی میتونه باشه. و حالا جدا این که من خواستم یه صحبتی راجع به این مستند کرده باشم که به نظرم دیدنش خالی از لطف نیست، در عین حال واقعا یه چیزی بهم یاد داد که چقدر عکس خودش میتونه جالب باشه. شاید در لحظه عکس خیلی چیز جالبی نیست، یعنی مخصوصا و بحثی که این عکاس داره یعنی که خیلی عکس‌های خیلی عادیه، یعنی یهو توی آینه از خودش عکس گرفته یا از دوستاش که یهو دارن میخندن، یه عکس خیلی واقعا تصادفی، یعنی نه که مثلا کادری ببنده، کار خاصی بکنه، بگرده دنبال سوژه، نه، خیلی به قول خودش اوردینری و ساده و اون زندگی عادیش رو در حقیقت به تصویر کشیده. تک تک لحظه هاشو، از اون روزای بدی که داشته، از قیافه روزای بدش تا اون شرایط محیطی بدی که داشته و دنبال سوژه نبوده. و خیلی چیز جالبی بود واسم. خیلی خیلی احساس میکنم یاد گرفتم که اینها چقدر میتونه بعداً برای آدم جالب باشه. چون مثلا وقتی که یه عکس خیلی عادی میگیرم از خودم، از دیوار، از دوستم، چون چه عکسیه، باید عکسیه مثلا یه معنی داشته باشه، میدونی، باید یه سوژه‌ای باشه، یه کادری باشه. ولی اینجا هم ثابت کرد که نه، چقدر عکس‌های ساده و عادی میتونه شاید بعدها برای خودت چقدر معنی داشته باشه. و آره، همین خواستم که همین معرفی هم مستند باشه، همین که برداشتم از این مستند برای خودم دوباره ثبت کرده باشه. فعلا